در زمانه ما به خویشاوندانی که کردند از احوال آنها با طریق تلفن با خبر شدند، آنها را دعوت به دین مقدس اسلام کردن، در حقشان دعا کردن، اگر محتاج باشند یاری دادن از نفقه های نافله، اگر بی نماز و بی دین باشند، اگر دیندار باشند آنها را در زکات پیش گرفتن، یعنی به آنها زکات دادن، اگر صاحب نماز و صاحب تقوا باشد به آنها زکات دادن، اگر محتاج باشند. همین گونه یعنی که تصل الرحم با آنهایی که رحیم این یک عضوی زنانه هست، بچه‌دان. رحیم الله تعالی از نام خودش نام اشتقاق کرده به آن اعضای انسانیت نام گذاشته است. گفت که من نام تو را از نام خودم اشتقاق کردم. الله تعالی رحیم است، مهربان است و این عضوی زنها را از نام خود نام اشتقاق کرده به آن اسم رحیم ماند و گفت که من پیوست میکنم علاقه را با آن کسی که با تو علاقه را پیوست میکند. یعنی آنهایی که از همین یک رحیم به دنیا آمدید، یعنی برادر و خواهرها، و از همین رحیم به دنیا آمدید، یعنی صاحب این رحیم مادر است و سببگارش پدر است، یا اینکه آنهایی که پدر و مادر شما از یک رحیم به دنیا آمدن، یعنی عمک و تقای و خاله و عمه ها، یعنی به بالا یا به این طرف یا به آن طرف یا به زیر، یعنی نبیره ها فرزندا، اینا همه خویشاوندان حساب میشن و با خویشاوندان رفت و آمد را پیوست میکنن.